بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. این هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزیز الحکیم. بدون شک اینها قصه های راستی نیست و هیچ معبودی بغیر از خدا نیست و بیگمان خداوند هم اوست صاحب قدرت منی و صاحب حکمت. فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین. اما اگر از مباهله روی برتابند از خداوند به حال مفسدان آگاه است. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب بیایید به سخنی که بین ما و شما مشترک است همزبان شویم که بغیر از خدا کسی دیگر را نپرستیم، هیچ چیزی را به او شریک نیاوریم، بعضی از ما بعضی دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد. پس اگر اهل کتاب روی برتابند پس شما بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم، یعنی به اراده خداوند تسلیم می باشید. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ای اهل کتاب چرا در مورد ابراهیم منازعه می کنید در حالی که تورات و انجیل نازل نگردید مگر بعد از او؟ آیا شما نمی فهمید؟